ما آریای تبار هستیم، ما مردم آریایی هستیم، ما تمدن و فرهنگی هند و اروپایی داریم. ما افغانها وارثانی از دل تاریخ و فرزندان سلطان محمود غزنوی و سلطان غیاث الدین غوری هستیم که هویت و اصالت ما با حکمت امام فخرالدین رازی، عشق مولانا، عرفان خواجه عبدالله انصاری و سیاست سید جمال الدین افغان معنا یافته است. ما افتخار میکنیم که فرزندان این سرزمین هستیم. ما میدونید بچه های کی هستیم؟ من رو به دوربین میگم، اینو دشمن بشنوه، از زبان همه ملت ایران دارم میگم. ما بچه های این آقاییم، ما بچه های خیبریم، ما هممون خیبر شکنیم. الان که الانه میخوام یادتون بندازم، خیبر خیبر یا صهیون.